درود به همتون. اینجا فکتینزی هستش. اینجا درباره خیلی از مسائل به صورت صمیمانه با هم صحبت میکنیم. امروز یه موضوعی مغزمو درگیر کرده بود، اونم غیرتی شدنه. چه غیرتی شدن پسر، چه غیرتی شدن دختر. من به نظر خودم غیرتی شدن ما کلن اشتباه متوجه شدیم که من غیرتیم، تو غیرتی. حتی بعضیا به یه مرحله رسیدن که خوششون هم میاد طرف مقابل غیرتی باشه به اون معنایی که عموما میشناسن. یعنی تعجب میکنن وا تو چرا اینطوری غیرتی نیستی رو من. غیرتی که الان داره استفاده میشه تو این دور زمونه ما، تو این مدت، محدود کردن فقط هست. یعنی ما داریم اشخاص رو، طرف مقابلم رو، پارتنرم رو فقط محدود میکنم که چیکار کن، چیکار نکن، چی بپوش، چی نپوش، با کی صحبت کن، با کی صحبت نکن، کجا میری، کجا نمیری، چرا اونلاینی، اونلاین نیستی، و همش فقط داریم محدود میکنیم اطراف مقابلمون رو. به نظرم این کاملا اشتباهه، چون طرف مقابل در کنار این شخص احساس امنیت نمیکنه، حتی برعکس احساس ترس، احساس میکنه که همیشه باید حواسش باشه کاری نکنه که طرف مقابل عصبی نشه، و حتی اگه روزی از روزا به اشتباه کاری هم انجام بده اون رو نمیتونه به طرف مقابلش بیان کنه، چون ترس داره از این که طرف مقابل واکنشش چی خواهد بود. و سر این موضوع غیرتی شدن ما الان میبینیم خیلی بحث، دعوا، خیلی موضوعات، حتی بعضیا به جدایی هم میرسن چون مثلا طرف مقابل خیلی غیرتیه. به نظر من این اشتباه. غیرتی شدن یا غیرتی بودن این به معنی نیست که من طرف مقابلم رو محدود کنم. کاملا برعکسش، من احساس امنیت به طرف مقابلم باید بدم، من اون آرامش رو باید به طرف مقابلم بدم، حس نکنه که از من باید بترسه. اگه روزی از روزا اتفاقی براش افتاد یا یعنی از طرف کسی اذیت شد، بتونه به من پناه ببره. اینه در واقع من غیرتی شدن رو اونجایی میبینم که نذارم کسی عزیزم رو یا اون پارتنرم رو یا کسی که باش در رابطه هستم رو آسیب بش بزنه. اینه غیرتی شدن، و الا ما باقیش تفرعاته، چیزایی که فقط ما دنبال این که شرایط رو تنگ کنیم، اوقات رو تلخ کنیم و اینکه به یه معنایی برسونیم که من به تو اعتماد ندارم. چون شخصی که اعتماد داره میدونه این پارتنرش، این شخصش با کی چجوری باید صحبت کنه، کجا چی بپوشه، کی بره بیرون، کی نره بیرون. در غیر این صورت تو چرا با این شخص ارتباط داری اگه به رفتاراش و به شخصیتش و به اخلاقش اعتماد نداری؟ و چیزی به نام این که من به تو اعتماد دارم به دیگران اعتماد ندارم هم وجود نداره. تو اگه به من اعتماد داری پس میدونی با دیگران رفتارم چی خواهد بود. واسه این نباید منو محدود کنی به یه سری چیزا. این غیرتی شدن نیست. من والا غیرتی هم با فلانی صحبت نمی کنی، سر کار نمیری چون غیرتی هم اونجا مرده، نمیدونم فلانجا این کارو نمی کنی، اینو نمیتونی بپوشی، سرتو اینجا خم کن. اینا همش احساس فقط و فقط ناامنی بودن رو به طرف مقابل میده. الان فکر کنید برعکسش، من جوری که غیرتی میشم رو شخصی که دوست دارم، من از طرف مقابلم مطمئنم که کاری اشتباه انجام نمیده. ببینید کسی هم که بخواد بره میره، قرار نیست شما بگیرینش و نگهش دارید، حالا هر چندم بخوای غیرتی باشی روش. خب کسی که میخواد بره میره. اگه تو مطمئنی که این شخص قرار نیست بره و میخوای باشی آینده‌ای داشته باشی و یه هدفی داری، پس محدودش هم نباید بکنی. من مطمئنم طرف مقابلم میدونه چی کار کنه، چی کار نکنه، چه رفتاری انجام بده. من تنها کاری که انجام میدم در کنارش بودن هست. من کنارش هستم. من اگه روزی از روزا آسیبی بهش اومد یا کسی خواست بهش آسیبی بزنه، من اولین شخصی خواهم بود که اونجا کنارشم و ازش حمایت کنم، دفاع کنم. در غیر این صورت من با کسی که داره محدودم میکنه، اگه کسی اومد و به من آسیب زد، بر فرض مثال مثلا یه آقایی اومد به من خواست یه نزدیکی بکنه، من نمیتونم به اون شخصی که داره محدودم میکنه این رو بیان کنم، چون
مطمئنا قرار تقصیر رو بندازه گردن من. تو اینطوری پوشیدی، تو اینطوری رفتار کردی، تو با این صحبت کردی، من بهت گفتم این کارو نکن، این کارو بکن. پس من پناه بهش نمیبرم، حتی بهش نمیگم که همچین اتفاقی بام افتاده. ولی در عکس این، من وقتی احساس امنیت پیش اون شخص میکنم و احساس میکنم اون حامی من خواهد بود، من اگه کسی روزی از روزا هم خواست به من نزدیکی بکنه یا اذیتم بکنه یا آسیبی به من برسونه، مطمئناً به اون شخص خواهم گفت، چه دختر چه پسر. الان دو طرف هم این مدل غیرتی شدن رو خیلی دارن. بر فرض مثال نمیدونم دخترها رو نباید فالو کنی توی اینستاگرام، نمیدونم پسرها رو نباید فالو کنی توی اینستاگرام، با این صحبت نباید بکنی، با این نمیری بیرون، این فلانه، این اله، این بله. اینا اولا نشانه نقص توی خود آدمه. من نقص دارم که فکر میکنم این آدم همیشه قراره بره و من باید همیشه در تلاش باشم که نگهش دارم. خیلی اشتباهه به نظر من. اصلا کسی که میخواد بره میره، راحت میره. بعد من نقصی ندارم، چرا من باید انگار یه چیزی کم دارم و همه اونو دارن و این هی میخواد دنبال اینا بره. این یه نقطه ضعف تو خودم ایجاد میکنه. یه چیز قشنگی نیست توی شخصیت خود آدم به نظر من. باید به این رعایت کنیم. جدیدن ها خیلی میبینم طرف غیرتیه، مثلا چه میدونم تمام دخترای که فالو کردی و بنداز بیرون، تمام پسرایی که فالو کردی و بنداز بیرون، فلان عکسو نذار، فلان کارو نکن. اینا اصلا غیرتی شدن حتی نیست. اینا یک نوع بیماریه، یک نوع نقصه، یک نوع عقب موندگی تو این زمینه هستش. و الا من اگه راحتم با اون شخص، راحت اون میدونه چی کار باید بکنه، چی کار نکنه. اون حق اختیار داره، اون حق انتخاب داره. من نمیتونم، نباید به خودم همچین اجازه‌ای بدم که یک شخص رو محدود کنم، چون اون جزء مجسمه سازی دیگه برمیگرده. من دارم یک شخصی رو بر حسب خواسته ذهنیم و رؤیایی که تو ذهنم ساختم دارم درستش میکنم. یعنی تو یکی رو اومدی وارد رابطه شدی باش، میدونی چیه، میدونی طرز پوششش، میدونی روابطش چجوریه، حالا تو اومدی اینو میخوای به چیزی که دوست داری تغییر بدی. نه والا، تو قبلا میرفتی بیرون، الان دیگه نمیری بیرون. تو این کار رو میکردی، الان دیگه نمیکنی. تو نمیدونم فلان پوشش رو داشتی، الان نمیشه داشته باشی. اینا دیگه اون رابطه رو نداره. اون از حالت رابطه خارج میشه. رابطه دو طرف دیگه نیست. رابطه یه طرفه که میخوای یکی رو هی تغییر بدی و این رو متاسفانه ما این روزا بهش میگیم غیرتی شدن. حتی خیلیا دوست دارن اینو، مثلا تعجب میکنن طرف مقابل، تو رو من غیرتی نیستی، الان خیلی نرماله دارم با دختر صحبت میکنم، خیلی نرماله دارم با پسر صحبت میکنم. آره نرماله. تو حد و حدود تو بدونی نرماله، تو مرزها تو بدونی نرماله. چرا نرمال نیست؟ چرا من باید تو رو بیام محدود کنم که با دخترها صحبت نکن؟ این نشد زندگی که، چون واسه ادامه زندگی نیاز داره که با انسانها در ارتباط باشه. کافیه که بدونه حد و مرزش چیه. یک حد و مرزی داره هر رابطه‌ای. صحبت هم کردیم دربارش اون سری، تو اون ویدیویی که درباره روابط عاطفی و اون تعهد و اینکه چجوری باید این دوستیامون رو کنترل کنیم. اگه نتونه کنترل کنه، این دیگه پس واسه رابطه صلاحیت نداره. اگه هم میتونه کنترل کنه ولی در همون حین من دارم بهش فشار میارم، پس من دارم اشتباه خیلی بزرگی انجام میدم. پس اینو نیاییم بذاریم غیرتی شدن، اینو بیایم بذاریم یک نوع بیماری، یک نوع نقص در شخصیت خود آدم و غیرتی شدن رو بیشتر دربارش تحقیق کنیم، بیشتر دربارش بفهمیم چی کار داریم میکنیم. چرا وقتی میگم من رود غیرتی هستم معنیش چیه؟ حس امنیت دادن، نه حس ترس دادن. ما الان خیلی از آدمایی که غیرتی میشن بیشتر میترسونن تا بخوان حس امنیت بدن.
و این رو باید همه بدونن. به نظرم تو روابطشون، تو رفتاراشون اینا رو باید بدونن و این رفتار اگه باشون بشه هم نپذیرن، چون بعضیا میپذیرن و میگن خب همینه، غیرتی میشه، کارش نمیشه کرد. اونی هم که غیرتی نمیشه بهش میگن بی غیرت. نه، اینطوری نیست متاسفانه. اینا بیایم درست معنی کلمات رو متوجه بشیم. خیلی دوست دارم بفهمم شما نظرتون درباره غیرتی شدن چی هستش. شما فکر میکنید چجوری آدما باید غیرتی بشن و حد و مرزشون تو این کلمه غیرتی شدن چی هستش؟ بعد منتظر نظرات شما هستم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که منو شنیدید، مرسی که همراه هم بودید. به امید دیدار دوباره.